از فروش عطر گرمی تا دومین عطر گرون خاورمیانه. داستان یانی از یه دکه شروع شد. سال 88 توی یکی از بازارهای قدیمی مشهد. اون روزا بازار پر بود از عطرای کوچیک و سنتی، ولی یانی یه رویای بزرگ داشت. رویای ساختن یه برند ایرانی که بتونه تو بازارهای جهانی بدرخشه و مسیری رو طی کنه که هیچ برند ایرانی دیگه‌ای جرئت نداشته توش پا بذاره. اما میدونین چی باعث شد برند یانی انقدر متفاوت بشه؟ چون پشت هر عطر یانی یه داستان خیلی جذابه که برای روایت درست و دقیقش باید سراغ بهترین و شناخته شده ترین پرفیومرای دنیا میرن. داستانی مثل اوپرت که طراحی اون با خانم سلین ریپرت بوده، یا همچنین یه رایحه خیلی جذاب مثل روبی که پرفیومر اون خانم ناتالی تمپلر هستن، یکی از قدرتمندترین پرفیومرهای دنیا که طراحی خیلی از رایحه‌های مطرح برند مارلی با ایشون بوده. یعنی امروز دیگه یه برند ایرانی نیست. ما در کنار برندهای مطرح اروپایی توی جشنواره‌ها و بازارهای مطرح جهانی حضور داریم. یعنی داستان باور داشتن به رویاها و جسارت دنبال کردن اونهاست. و همه این داستانها از همون رویای اولیه‌ای شروع شد که آقای امیرحسین عطاریانی، خالق و مؤسس برند یانی، از همون دکه کوچیک توی مشهد بهش ایمان داشت.